نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يقم ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. شنوندگان و بینندگان محترم، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. الله تعالی عبادت ها و ریاضت ها و دعاهای شما را در این ماه پرفیض و پربرکت به دربارش قبول و منظور بفرماید. ما و شما در یک ماه پرخیر و پربرکت قرار داریم و این ماه سه بخش است: اولها رحمه و اوسطها مغفره و آخرها عتق من النار. دهه اول دهه رحمت است، دهه دوم دهه مغفرت است، دهه آخر دهه آزادی از آتش دوزخ است. در این برنامه خواستم راجع به فضیلت دهه آخر صحبتی داشته باشیم تا دهه آخر را با یک آمادگی خوبی سپری کنیم. وقتی که دهه آخر فرا می رسید، در صفات رسول خدا صلی الله علیه وسلم آمده: اذا دخل عشر الاواخر شد مئزره و احیا لیله و ایقظ اهله. با فرا رسیدن دهه آخر رمضان، رسول گرامی صلی الله علیه وسلم کمر خود محکم بسته می کردن، شبها را با عبادت سپری می کردن و اهل و عیال خود بیدار می کردن. در طول شب رسول الله با جمعی از عیالش، با فرزندان و همسرانشان در دهه آخر عبادت می کردن، ریاضت می کردن. دهه آخر رمضان باید به غفلت سپری نشود. اگر در دو تا دهه از ما غفلت صورت گرفته باشه، کوشش کنیم که دهه آخر رمضان را با عبادت و بندگی سپری کنیم. چرا پیامبر خدا صلی الله علیه وسلم اینقدر کوشش میکردن دهه آخر را؟ چون در دهه آخر شب لیله قدر را، شب قدر را تعقیب میکردن. شب قدر را تعقیب میکردن که شب قدر با عبادت، با ریاضت، با دعا سپری شود. خودشان تلاش میکردن که دهه آخر را با عبادت سپری کنن. در 10 شب آخر عبادت بیشتر، دعاها بیشتر، مناجات ها بیشتر، سجده ها طولانی تر میشد و به امت هم وظیفه دادن. و تمام امتشان پیامبر بزرگوار فرموده: تحروا لیلة القدر فی وتر من 10 الاواخر من رمضان. فرمودن شما شب قدر را در دهه آخر رمضان در شبای طاق جستجو کنین. در مورد تعیین شب قدر محدثین چل قول نقل کردن. راجع قول این است که شب قدر در دهه آخر رمضان در شبای طاق است، ولی باز در شبای طاق دشت میزنه، گاه در 20، 21، گاه در 23، گاه در 25، گاه در 27، گاه در 29. لذا شنوندگان محترم، در شبای طاق بسیار 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 محتاط باشید که نشود خدای نخواسته شبای طاق با غفلت سپری شد. که در مورد شب قدر تو باید معلومات کافی داشته باشی از فضائل شب قدر، از خوبی های شب قدر تو باید آگاهی داشته باشی. اگر در این مورد میخوای که معلومات خوبی داشته باشی و شب قدر چی جایگاهی داره،
تو باید به کتاب الله رجوع کنی. سوره مستقیل به نام سوره قدر داریم. الله کریم شب قدر را معرفی کرده. شب قدر را پروردگارمان معرفی کرده که انا انزلناه فی لیلة القدر. این قرآن که نازل شده، کتاب پروردگار در شب قدر نازل شد. شب قدر شب آغاز سعادت برای بشریت. تماس داریم محمد عالم از فاریاب. بفرمایید برادر عزیز. سلام علیکم. و علیکم السلام و رحمت الله. سوال داشتم الله صاحب. بفرمایید برادر عزیز. نماز تسبیح نشستگی میشه یا نه؟ اینا تکرار کنید. زکات با مسجد میشه یا نه؟ خب کوشش کنین که نماز تسبیحتان، نماز تسبیح در حال قیام خوانده شود. اگر کسای مریض هستند توانش ندارند، آنها می توانند که نماز تسبیح را نشسته بخوانند، چون در نمازهای نفلی قیام فرض نیست. در نمازهای فرضی قیام فرض است و در نمازهای نوافل در سنت ها قیام فرض نیست. خب فضیلت زیاد داره که اگر انسان ایستاده نماز خواند ثوابش بیشتر است از اینکه انسان نشسته بخواند. زکات به مساجد در ساخت پلها، در ساخت مدارس نمیشه. یعنی در زکات شرط این است که شما به کسی میتین که او مالک شود. ولی اگر شما میخواین که زکاتتان در مسجد مصرف شود، یک روش فقها نقل کردن، یک حیله را بیان کردن که شما به یک فقیر زکات میتین، قبل از او دادن زکات با او بفهمانین که نمی زکات به تو میتون برادری عزیز، این مال تو شود و یک قسمتی از تو باقیش در مسجد مصرف کن. در اون صورت مصرف زکات در مسجد میشه، در مدرسه میشه. ورنه زکاتی تو شما برین در مسجد قالد بخرین یا برای مسجد چیز دیگر نیازمندی مسجد شما تهیه کنین، زکات تا نمیشه. امید است که برادر ما جوابی خود گرفته باشه. برادر عزیز، شب قدر، شب نزول قرآن، این کتاب مقدس، این کتابی که مسیر تاریخ را دیگرگون کرد، این کتابی که دنیا را لبریز از نور ساخت، از روشنایی ساخت، و این کتابی که قلبها را بیدار کرد، و این کتابی که در مکتب این کتاب بلکا ولی، بلکا مجاهد، بلکا زن محجب تربیه شد. این قرآن چه وقت نازل شد؟ در شب قدر. شب قدر شاهد تشریف آوری حضرت جبرائیل علیه السلام. شب قدر شبی که مسئولیتی بزرگ به شانه رسول الله گذاشته شد. شبی که فرشته آمد و گفت اقرا بسم ربک الذی خلق. اقرا. رسول الله را در آغوش میگیره و فشار میده. اقرا انا انزلناه فی لیلة القدر و ما ادراک ما لیلة القدر لیلة القدر خیر من 1000 شهر. الله می فرماید عبادت در شب قدر، ذکر اذکار در شب قدر، راز نیاز در شب قدر بهتر است از 1000 ماه. 1000 ماه. یک کس 1000 ماه عبادت میکنه، 1000 ماه 83 سال و 4 ماه میشه. یک کس 83 سال و 4 ماه عبادت کرد، دومی شب قدر را با عبادت سپری کرد. این شخص از لحاظ عبادت از او کسی که 83 سال عبادت کرده ثوابش بیشتر است. 83 سال خیر من 1000 شهر. تنزل الملائکة والروح. در شب قدر همه فرشته ها تشریف میارن.
حضرت جبرئیل تشریف میاره. شب قدر، شبی که بازار و کوچه و مسجد و مدرسه و خانه و همه شاهدی فرشته هست. تماس داره محمد ولی از لوگر. بفرمایید برادر عزیز. متاسفانه. سلام علیکم. و علیکم السلام. بفرمایید برادر عزیز. مثلا دو سوال داشتیم. بفرمایید. باشید باشم آب زیاد گرفتن اینجا با روزه کدام صدقه میرسه یا نمیرسه؟ و سوال دوم سوال اول ما رو گرفتین؟ بله. سوال اول ما رو گرفتین؟ بله بفرمایید. سوال دوم ما دکاندار هستیم، سامان دکان ما که هستیم، سودای دکان ما از این آن است دیگه، از قرض و خود دکان خود دکان که از خود ماست و سودایش که از این آن میگه قرض آوردیم با میشه هم زکات سر من میشه نمیشه، خود دکان که هست این جای دکان از خودم و سودای دیگه تمامش قرض از این آن است دیگه با میشه شرکت و واسه کسا همین سرمایه از خودم نیستم، زکات سر من میشه نمیشه مولوی صاحب. خب السلام علیکم. و علیکم السلام. درست اینجا وضو اگر انسان آب زیاد استفاده میکنه وضو را ناقض وضو نیست، ولی خانما احتیاط کنن. خب زکات اگر شما برادری عزیز سرمایه تان از به 40,000 افغانی رسیده باشه و این 40,000 افغانی هم یک سال سریزی گشته باشه، ضروریات اولی شما پوره باشه، زکات بالای شما فرض است. اگر به قرض آوردین و اصل سرمایه شما به 40,000 نمیرسه، در این صورت بالای شما زکات نیست. امید است که برادری ما جواب خود گرفته باشه. تنزل الملائکه و الروح، در شب قدر برادرای عزیز فرشته ها تشریف میارن. حضرت جبرئیل تشریف میاره تا به دعاهای تو برادر مومن، تا به دعاهای تو خواهر مومنه آمین بگوین. صحابه کرام شبای قدر لباسای تازه می پوشیدن، خدا معطر می کردن. چرا؟ چون حالا با جبرئیل ملاقات صورت میگیره، با فرشته ها ملاقات صورت میگیره. فرشته آمده برای تو دعا میکنه و دعای تو آمین میگه. هر فرشته به حد آمده که زمین تنگ شده. یکی از معنای قدر، شب قدر، یعنی تنگ شدن، یعنی از بس که فرشته ها زیاد آمده زمین تنگ شده. تماس داریم شهاب از کابل پرسان کردن که اگر سر طهارت خود شک داشته باشید چی کنیم؟ ببینین اینجا اگر شما یقین دارین که ما قبلا وضو داشتم ولی حالا شک کردین، به شک یقین زایل نمیشه، به شک یقین زایل نمیشه. اگر شما شک کردین که شاید باد خارج شده باشه، پیامبر خدا صلی الله علیه و فرموده اذا وجد احدكم في بطن شيئا فاشكل عليه اخرج من الشيء ام لا فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا او يجد ريحه. فرمودن یک انسان دلش باد گرفته، یک کدام مشکلی پیدا کرد، شک کرد که آیا از ما باد خارج شده وضوی معده شده یا خیر. نبی علیه السلام میفرمایه که این نباید از مسجد بره، یعنی نباید نماز خود الا بته، نباید وضو بگیره تا زمانی که مطمئن شوه و 100% یقینش بیایه که وضوی من معده شد، که حتی یسمع صوتا او یجد ریحا، یا صدا را بشنوه، صدای باد بشنوه، یا بوی باد احساس کنه. منظور یعنی 100% یقین آمد که بله وضو معده شد. به نفس شک وضوی شما پابرجا است، چون قانون داریم ما در فقه که شک یقینه از بین نمیبره. امید است که برادرمان جوابی خود گرفته باشه. برادر عزیز و شنوندگان محترم، شب قدر دیگر معناش شب عزت، یعنی انسانهای پست، انسانهای ذلیل، انسانهای پیش پا افتاده
انسانهای گمنام به برکت عبادت این شب صاحب قدر میشن، صاحب عزت میشن، صاحب کرامت میشن. لذا حضرت مولانا میگن چند شبها خواب را گشتی اسیر، یک شبی بیدار باش دولت بگیر. حضرت فرمودن خیلی شبها خواب کردی، خیلی خواب کردی، خیلی غفلت کردی و یک شب بیدار بمان. دولتی بزرگ، سرمایه بزرگ را به دست بیار. شبی که اگر با عبادت سپری شد، گویا که 83 سال و 4 ماه تو عبادت کردی. 83 سال و 4 ماه معادل عمر یک انسان است. این گویا تمام عمر تو به عبادت سپری شد. شبی که وقتی که انسان با عبادت سپری میکنه، پیامبر خدا فرمودن من یقوم لیلة القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی. هر مسلمانی که شب قدر را با عبادت سپری میکنه، گناههای گذشتش معاف میشه. سبحان الله، از گناه پاک شدی، از گناه معاف شد گناهی تو، گویا تمام عمرت با عبادت سپری شده. پس برادری عزیز چرا غفلت میکنی؟ یک شب است، یک سال نیست، 6 ماه نیست، 1 ماه نیست، 1 هفته نیست، یک شب. یک شب تلاش کنین، زحمت کنین. پیامبر بزرگوار صلی الله علیه وسلم نمیخوابیدن. لذا ما و شما هم تلاش کنیم برادرای عزیز. شاید شب قدر آینده بیاید که ما و شما در دنیا نباشیم. هر شب قدر است اگر قدر بدانی. هر شب تو شب قدر. عبادت و بندگی بیشتر، ریاضت بیشتر، ذکر اذکار بیشتر، مناجات بیشتر، دعاهای بیشتر. در شب قدر این دعا را بیشتر بخونین. در شبای قدر اللهم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. حضرت عایشه از رسول گرامی صلی الله علیه وسلم پرسان کرد که یا رسول الله، اگر بفهم که شب قدر است کدام دعا باید بخوانم؟ نبی علیه السلام فرمود این دعا را بخوان اللهم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. این دعا را زیاد بخوانید. اللهم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. وقتی که خدا ما را معاف کرد، همه مشکل ما حل میشه. این بدبختی هایی که دامنگیر ما میشه، درد و غمی که دامنگیر ما میشه، فقر و بیچارگی که دامنگیر ما میشه، غم و اندویی که دامنگیر ما میشه، دشمنی و حسادت ها و عداوت هایی که دامنگیر ما شده، این نتیجه گناه است. این نتیجه نافرمانی های ما است. زمانی که گناه ما پاک شد، گناه های ما شست و شو شد، از تمام بدبختی ها نجات میافیم. حضرت سفیان ثوری میفرمودند که در شب قدر پیش ما دعا کردن بهتر است از عبادت کردن. چرا؟ به خاطر از که در شب قدر دعا قبول میشه. جمع که برادری عزیز، چقدر چیزی که ضرورت داری دعا کن، دعا کن، دعا کن. مستقیما تو با خدا تماس داری، دعایت قبول میشه. خیلی پریشانی و مشکلات گریبانگیرت است. در شب قدر همه را حل کن. بله تماس داریم. شایزه از کابل بفرمایین. بله بله سلام. و علیکم السلام و رحمت الله. بله مادر ما متوندک دست خواهد شد. ما دیده پرستم شوارم خوب بکنم بکنم مادرم ما گناه ما نیستم. مادرم شیشه بکنم بازم نرفتم مادرم چی نمیکن که ساعتی ما خوب را بیان کنه خوب ما تو که کل دفتر بسید مادرم فرفتیم امی رقم که کلگی امی رقم چی میکنم ما رفتم وزر کردم جاب زدم گفتم بر مادر گفتم بر گناهی که هر جابی که بود کلش گناهگار ما رفتم ما بازم رفتم مادرم سیگی را بیان نمیکنه چی نمیکنه
اگر که دختر خدا تلبیس داد در قسم مالنشانه کسان بابا میکنه خوب نگاه و باز مرستم گفتم خیره که مادر در ایما گناهگر میشه مادر رو گناهگر میشه مرست مزدل خلاص گفتمش که مادر هرچی که بود برو من ملامت شوهر من خب مادر هست خب شما از طریق تلویزیون جوابتون نبیرین خواهری گل. خود در قدم اول بسیار کوشش ها که مادرها چرا خفه باشن. تو خواهر محترمه حتما اشتباهی کرده که مادر قلبش مجروح شده، مادر آزرده شده. نباید که مادر آزرده شده، ولی باز که شما معذرت خواهی میکنین و مادرتان معاف نمیکنه، اینجا تقصیر از مادر هست. باید شما یک دیگر را معاف کنین. در حدیث پاک آمده که 3 قسم انسان عبادتش قبول نمیشه، حتی در ماه مبارک رمضان، حتی در شب قدر دعایشان قبول نمیشه، عبادتشان از سرشان به اندازه 1 وجب بالا نمیره. یک یزی و امرأة باتت و زوجها علیها ساخط، زنی که شوهر از او ناراض است. خواهرای گل، کوشش کنین که شوهرایتان را شاد داشته باشین، شوهرها را رضایتشان را به دست بیارین. اگر شوهرتان ناراض باشه، خدا ناراض است. عبادت های رمضانیتان، دعاهای رمضانیتان پیش خدا قبول نمیشه. دوم و اخوان متصارمان، 2 تا برادر، 2 تا خواهر، دختر مادر، پسر و پدر که اینا خفه هستن، گپ نمیزنن، دعایشان قبول نمیشه، عبادتشان قبول نمیشه. این مادر باید متوجه باشه که شما اجازه بدین که من صحبتات تمام میشه، یک سوال تمام شد، باز به تعقیب شما سوال کنین. گپ تمام شد تا اینکه یک جواب نداده شما فورا تماس میگیرین. شما لطف کنین کمی حوصله کنین که ما جواب یک پرسان کننده را بتیم، باز شما تماس بگیرین. خیر بینین. خب 2 تا برادر، 2 تا خواهر، پدر و پسر که وقتی خفه هستن گپ نمیزنن، عبادتشان قبول نمیشه. لذا بسیار کوشش کنین برادرای عزیز که در این ماهی که عبادت فرضیتان به 70 فرض تبدیل میشه، نوافلتان به فرض تبدیل میشه، چرا خدای به این حد محروم میکنین از این فرض؟ امروز در ماه رمضان به 10 نفر، به 100 نفر وجود داره گپ نمیزنن. خیلی ختم قرآن برای چی است؟ این نمازهای تهجد برای چی است؟ تا 3 روز اجازه دارین، تا 3 روز اجازه دارین که ارتباط قطع کنین. از این بالا اجازه نیست. امید است که خواهر ما جواب خود گرفته باشه. خب شب قدر کوشش کنین که دعا بیشتر، مناجات ها بیشتر. آل تا به خاطر ازی که ما شب قدر را از دست ندیم. در دهه آخر رمضان عبادتی به نام اعتکاف است. اعتکاف بسیار فضیلت زیاد داره. اجر پاداش اعتکاف بسیار زیاد است. کوشش کنیم برادرای عزیز و شنوندگان محترم که از این فرصت طلایی استفاده کنیم. رسول گرامی صلی الله علیه و سلم فرمودند: من اعتکف یوما ابتغاء وجه الله جعل الله بینه و بین النار 3 خنادق كل الخندق ابعد ما بین الخافقین. یک روز اعتکاف. من اعتکف یوما ابتغاء وجه الله، کسی که 1 روز اعتکاف میکنه 10 روز خود بجای خود. کسی که 1 روز اعتکاف کرد، در میان این شخص و در میان دوزخ 3 خندق ایجاد میشه. 3 خندق و فاصله هر خندق به اندازه مشرق و مغرب است. یعنی کسی که 1 روز اعتکاف میکنه در مسجد، در کنج مسجد میره، خدا می اندازه، ذکر میکنه، تلاوت میکنه، عبادت میکنه، دعا میکنه، در میان این شخص و در میان آتش دوزخ 3 برابر مشرق و مغرب فاصله ایجاد شد. 3 برابر. و او کسی که
10 شب اگر اعتکاف داره، 10 شب 10 روز اعتکاف میکنه، چقدر ثواب میگیره؟ نبی علیه السلام در طول زندگیشان اعتکاف را قضا نکردن. حضرت عایشه میفرمه ان النبی صلی الله علیه و سلم کان یعتکف فی 10 اواخر من رمضان. وقفه ای داریم، انشاءالله بعد از وقفه دوباره به خدمت شما اعزا برمیگردیم. خوش آمدید شنوندگان و بینندگان محترم. خب در مورد پیامبر بزرگوار صلی الله علیه و سلم آمده که حضرت عایشه میفرماید کان النبی صلی الله علیه و سلم یعتکف فی 10 الاواخر من رمضان حتی توفاه الله. نبی علیه السلام تا وفاتشان، تا دم مرگ، در دهه آخر رمضان اعتکاف میکردن. وقتی وفات شدن ثم اعتکف ازواجه من بعده، بعد از رسول الله به بیای رسول الله اعتکاف میکردن. جای رسول الله را خالی نماندن. جای رسول الله در معتکف خالی نباید باشه. همسرایشان اعتکاف میکردن. در طول زندگیشان اعتکاف قضا نکرد، اعتکاف ترک نکرد. برادری عزیز، آیا تو در طول زندگیت یک بار اعتکاف کردی؟ میترسم که جواب منفی است. چقدر ما نعمت بزرگی را، چقدر عبادت عظیم را از دست دادیم. برادری عزیز، تاجر محترم، انجینر بزرگوار، دکتر بزرگوار، خیلی عمر عزیز در دکان و در دفتر و در مایان خانه تیر شد. چی میشه که یک 10 روز در خانه خدا تیر شد؟ چی میشه که یک 10 روز کنار کتاب پروردگار تیر شد؟ چی میشه که یک 10 روز بالای سجاده تیر شد؟ چی میشه که 10 روز با ذکر اذکار و مناجاتا و آه سحرگاهی تیر شد؟ اگر 10 روز را با اعتکاف تیر کردی، کان که حجتین و عمرتین، اجر 2 حج و 2 عمره را خدا برات میده. گویا 2 بار رفتی به بیت الله حج کردی، گویا 2 بار عمره کردی. امروز خیلی ما و شما دوست داریم، خودی ما دوست دارم کاش در این روزها در بیت الله می بودم. ای کاش خدا در کنار حجر الاسود می دیدم، ولی توانش نداریم. خود توان ازی را داریم که مسجدی که کنار ما هست برویم اونجا برای 10 روز. پول مصرف نمیشه، خسته نمیشی، مسافرت چندان نیست، اما اجر ثواب 2 حج و 2 عمره را خدا برات میده. باورتان بیه که این دعاهایی که معتکف ها میکنن، مناجات هایی که معتکف ها میکنن، این دعاها بی تاثیر نمیمانه. اینمی هم پاکستانی که در کنار ما است تقریبا امروز به 7مین قدرت اتمی تبدیل شده و عمر این کشور از عمر برخی موسفیدای ما و شما کمتر است. میفهمین که یکی از اسباب پیروزی این سرزمین چی است؟ دعای مسلمان ها. پاکستان ها در یک کشورشان بسیار دعا میکنن، بسیار دعا میکنن. در صدر کراچی طالب العلم بودم، در یک مسجد 400 تا از جوانان معتکف بود. 400 جوان. منزل 2 وقف معتکفا بود و 400 جوان در وقتی که الله متعال به آسمان دنیا تشریف میاره، در قسمت آخر شب ینزل ربنا تبارک و تعالی کل لیلت الى السماء الدنیا، الله کریم کیف یلیق بشنی به آسمان دنیا تشریف میاره و 400 جوان دعا میکرد. یکی از دعایشان امی بود که خدای پاکستان آباد کن، برای پاکستان قدرت ببخش. امروز ما میفهمیم که چقدر یک کشوری قوی و موشکای به نام غوریوان، غورتو و غورتلی میزایل خودش موشک میسازه، بمیتم جور میکنه. چه میشه برادری عزیز؟ تو برای این کشوری که به زانو افتاده، این کشوری که سالها در خون دست پا زد، این کشوری که در و دیوارش مجروح است، این کشوری که فامیل یافت نمیشه که عزیز خود از دست نداده باشه، چه میشه که برای از این کشور دعا کنیم؟ برای بقای این نظام دعا کنیم،
برای وحدت و اتفاق انسجام افغان‌ها دعا کنیم، برای از دعا کنیم که خدایا کشور ما به یک کشور اتمی تبدیل کن. ما یقین دارم که اگر ما به یک قدرت اتمی تبدیل شویم دیگر جهان اسلام اسیر نمیمانه. اگر ما با اتم و ابزار پیشرفته می داشتیم امروز خواهرای فلسطینی و اطفالشان توته نمیشد، بیت المقدس اسیر نمیشد. لذا برادرای عزیز، جوانای محترم، تاجرای بزرگوار، تلاش کنین که دهه آخر را با عبادت سپری کنین. قندوز بودم در یکی از مساجد، تقریبا 80 تن، والله استغفر الله، کمتر 40 نفر از جوانا معتکف بود. یکی از جوانا خودم که مولوی صاحب از در و دیوار مسجد نور میباره، از در و دیوار مسجد نور میباره. بله امروز الحمدلله در این سرزمین هم این فرهنگ در حال زنده شدن است. سال گذشته در این مسجد خیرخانه در یک مسجد تقریبا 80 تن از جوانا و پیرمردا و مسلمان ها معتکف بود. لذا کوشش کنین که وقتی اعتکاف میکنین دعای بیشتر. رسول گرامی صلی الله علیه وسلم فرموده که المسجد بیت کل تقی، مسجد خانه انسان متقی است. شما در ده آخر رمضان مسجد برای خود خانه جور کنید، در همون جا بخواب، در همون جا بخور، در همون جا عبادت کن. وقتی که تو مسجد برای خود خانه جور کردی، قسمی که در خانه بیشتر وقت سپری میکنی، در مسجد بیشتر وقت سپری کن. تکفل الله لمن کان المسجد بیته بالروح والرحمه والجواز الى الصراط الى رضوان الله الى الجنه. وقتی با مسجد ارتباط برقرار کردی، خصوصا در دهه آخر رمضان 10 شب و 10 روز در مسجد بودی، 5 تا جایزه الله برات میده. 5 تا جایزه. اول آرامش خدا برات میده. امروز خیلی از مسلمان ها آرامش ندارن. پول داره، بلند منزل داره، موتر مدل بالا داره، حسابای بانکی داره، خانه و کاشانه و زن و فرزند همه چیز داره. چیزی که نداره آرامش است، پریشانی هست، نگرانی هست، دلتنگی هست. به خاطر رسیدن با آرامش گاه میره به سراغ سریال، گاه موسیقی میشنوه، گاه فیلم ها را میبینه که در این چیزا که آرامش نیاد باید بوتل شراب بلند میکنه، از تابلت که استفاده میکنه. نه، آرامش در این چیزا یافت نمیشه. آرامش در مسجد جستجو کن، با طبیبی عصبی و روانی مراجعه میکنه. یک تابلت میخوری باید در طول زندگیت از اون تابلت استفاده کنی تا به آرامش برسی. به روح آرامشتان را در مسجد جستجو کنین. یقین کنین جوانایی که به مسجد ارتباط دارن، مردایی که به مسجد ارتباط دارن، 5 وقت نماز در مسجد میخوانن، اونا روحاً بسیار خوشحال هستن، روحاً شاد هستن، چون خدا برشان ای آرامش داده، خدا برشان ای خوشبختی را نصیب کرده. به روحی یعنی انسانهای معتکف از آرامش روحی برخوردار میشن. برادر عزیز، به خاطر رسیدن به آرامش به خیلی شفاخانه ها مراجعه کردی، به خارج کشور مراجعه کردی ولی پیدا نکردی آرامشه. خیر، برای 10 روز برو به مسجد، برو کنج مسجد خدا بیانداز. بزرگان میفرمایند مثال معتکف مثل گدایی است که در دروازه استاد است تا چیزی برش ندی دروازه رو میکوبه. بله تو در دروازه احکم الحاکمین استاد میشی، دروازه رحمت خدا را بکوب، حتما باز میشه. بزرگ دیگری میفرماید معتکف مثل او کسی است که سر به سجده میگذاره، میگه خدایا تا معافم نکنی سرم را بلند نمیکنم. بله تو هم برو، پروردگارا 10 شب و 10 روز تا این که مرا معاف نکنی، تا از گناه ها پاکم نکنی،
تا خواسته های ما برآورده نکنی، تا دعاهایم را قبول نکنی، من عبادت تو را اعلان نمیتونم. بله برادر عزیز، بالروح و الرحمه سر انسان معتکف رحمت خدا میریزه، رحمت پروردگار بالایش میریزه، از رحمت خدا بهره‌مند میشه. بالروح و الرحمه والجواز الى الصراط. سوم جایزه است که انسانی که مسجد برای خود خانه جور کرده از پول صراط به آسانی میگذره. چهارم جایزه این است که جنت نصیبش میشه. پنجم جایزه این است که رضای خدا نصیبش میشه. رضای خدا و خشنودی خدا. جوان محترم، این جوایز شما از خدا بگیرین از طریق ارتباط به مسجد، از طریق اعتکاف. و در روایت دیگری آمده ان للمساجد اوتادا، ان للمساجد اوتادا. برای مساجد میخواست، قسمی که میخ در مسجد کوبیده میشه، برخی از بندگان خدا میخند در مسجد. الملائکه جلساؤهم، اینایی که در مسجد بیشتر میشن، مثلا معتکفا داخل مسجد هستن. الملائکه جلساؤهم، فرشته ها هم نشینشان میشه. عزیزش کنارش نیست، خواهر و برادر و زن و فرزند کنارش نیست. وقتی فرشته ها ایرا تنها میبینن، فرشته ها هم نشینش میشه. سبحان الله. و اینجاست که خوی فرشته داری پیدا میشه. خوی فرشته چی هست؟ که لا یعصون الله ما امرهم. معتکف یکی از ویژگی های اعتکاف همی است که خوی فرشته در انسان معتکف پیدا میشه. اونجا گناه نمیکنه، دروغ نمیگه، سریال نمیبینه، موسیقی نمیشنوه، 10 روز با خوی و عادت فرشته ها سپری میکنه، فرشته گونه زندگی میکنه. لذا الملائکه جلساؤهم، این بنده به جای میرسه که فرشته هم نشینش میشه. و ان غابوا یفتقدونهم و ان كانوا فی مرض عادوهم. آنهایی که فرشته صفت هستن اگر در مسجد دیده نشوند، فرشته ها به سراغشان میروند، جستجو میکنن، فلانی غیر حاضر است. چرا؟ اگر مریض باشن، فرشته ها به عیادتشان میروند، به بیمار پرسیشان میروند. و ان كانوا فی حاجة اعانوهم، اگر مصروف کار باشن، مشغول کاری باشن، فرشته ها کمکشان میکنن. کی را؟ کسی که مسجد برای خود خانه میسازه. لذا برادر عزیز، از طریق اعتکاف 10 شب و 10 روز خدا به این مقام برسانه. بلکا انسان معتکف است. در کشورهای غربی به صدها مرد و به صدها جوان اعتکاف میکنه. حتی در همین شبا یکی از دوستا از کانادا آمد، گفت ما نماز تراویح که میخونیم تا پس شبی ما عبادت داریم. سبحان الله. در کجا؟ در کانادا. در کانادا بعد از نماز تراویح تا وقت تهجد، تا وقت پس شبی عبادت است. با زنایشان، برای زنها هم جای مخصوص در مسجد، برای مردا. برادری مسلمان، برادری تو در کانادا در قلب کفر خو نیست، اما تو خر پف نشوه که روز قیامت جای سجده و عبادتی از آنها در کانادا شهادت بده که خدای اینمی بنده مومن در کانادا و در امریکا و اروپا در طول شب عبادت، در طول شب مناجات، و اینجا در افغانستان شهادت بده که خدایا در یک کشور اسلامی یک نالایق بالای من خوابیده بود، نه نماز تهجد بود، نه ذکر بود، نه تلاوت بود، خر پف.
در طول شب خو. خب بعد بعضی مبارکات چی میکنن؟ گیم میزنن. برنامه داشتم در یکی از مساجد، وقتی برگشتم کنار جاده ما دیدم 2 تا جوان مصروف گیم هستن. سبحان الله، استغفر الله. و جوانی بزرگوار در طول سال گیم زدی، در طول سال خودکشی کردی. بزرگان میفرمایند که اینمی زندگی را به هدف سپری کردن خودکشی هست. و این به حد معتاد شده که الله در شب قدر هم باید گیم بزنه، در ماه رمضان هم باید گیم. چنین دیگه هدفی نداره. یک جوان بی هدف، یک جوان نالایق، یک جوانی که بار دوش جامعه است. جوانی با هدف باش. از این 10 شب و 10 روز خدا به زیر سایه عرش خدا برسان. و شاب نشأ فی عبادت الله. زیر سایه عرش خدا 7 قسم انسان هست. یکیش کی است؟ و شاب نشأ فی عبادت الله. جوانایی که ایام جوانی را با عبادت تیر میکنن، با معصیت تیر نمیکنن، با گیم تیر نمیکنن، پای تلویزیون ها و سریال ها و فیلم ها تیر نمیکنن. جوانی با احساس، جوانی با هدف. این جوان زیر سایه عرش خدا هست و پیش خدا محبوب است. پدر بزرگوار، خواهر محترمه، کوشش که از این دختر جوانت، از این بچه جوان کسی بساز که روز قیامت تو را زیر عرش خدا ببینی. اما تو از این چی جور کردی؟ چی برش درس دادی؟ از دخترکت یک دختر فیلم است تیار، کاپی دختر فیلم جور کردی. از بچه کاپی بچه فیلم جور کردی. امروز دختر مسلمان، جوان مسلمان میباله، افتخار میکنه که سر صورت خدا به شکل غربی ها میبینه، میباله. اصل خیانت در عقیزی پدر کرد. به یه دختر عایشه و فاطمه و خدیجه و امهات المؤمنین، زنانی که تاریخ آفرین بودن، برای از اونا معرفی نکرد. دخترای فیلم برش معرفی کرده و در حق پسرش خیانت کرد. این بچه باید عمرگونه زندگی میکرد، باید یک ولی و دوست خدا می بود. ولی به شکل یک فوتبالیست زندگی میکنه، به شکل یک هنرمند بی هنر زندگی میکنه، به شکل یک بچه فیلم زندگی میکنه. چرا؟ چون عمر را نمیشناسه، صحابه را نمیشناسه، ابرمردای تاریخ نمیشناسه، فرزانه های امت اسلامی را نمیشناسه. میشناسه بچه فیلم، میشناسه هنرمند بی هنره، میشناسه رقاصه را. لذا ماه رمضان هم با فرهنگ آنها و شکل از آنها سپری میکنه. کوشش کنیم که ماه رمضان را فرشتگونه سپری کنیم. ماه رمضان تمام میشه، تمام شد. تا به امروز برخی از بندگان خدا ولی جور شدن، برخی از بندگان خدا به مقام تقوا رسید. به صدها دختر توبه کرد، به صدها پسر توبه کرد، به صدها بد عمل راه درست انتخاب کرده. یکی از جوانان گفت من خواب دیدم که چند تا از تبلیغی ها آمدن من را با خود بردن. وقتی به نزد دوستایشان رسیدن صدا زدن که ما یک فرشته را آوردیم، ما با خود یک فرشته را آوردیم. سبحان الله. بله امروز برخی دخترها فرشته جور شدن، برخی جوانها فرشته جور شدن، اما تو برادر تغییر نکردی، تو برادر ندرخشیدی، تو خواهر ندرخشیدی. چون رمضان با غفلت سپری کردی، با خوردن سپری کردی، با موسیقی سپری کردی، با بینمازی سپری کردی، با غیبت سپری کردی، با حسادت ها سپری کردی. در ماه رمضان تمام گناه ها را بگذارین و به خدا برگردین.
و توبوا الی الله جمیعا ایها المؤمنون لعلکم تفلحون. ماه رمضان ماه قبولیت توبه هست، ماه قبولیت توبه است، ماه خودسازی هست، ماه جبران کردن خلاهایی است که در گذشته، اشتباهاتی است که در گذشته مرتکب شده بودی. الله کریم فرموده من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحینه حیاتا طیب. پیام است برای زنا. تو خواهری که زندگی با سعادت میخوای، تو برادری که زندگی با سعادت میخوای، تو پدر و مادری که زندگی با سعادت و با خوشبختی میخوای، این آیت باید هر روز یک بار از زیر نظرت بگذره. این آیت باید یک کاغذ نوشته کو جلوی چشمایت آویزان که در دفتر جلوی چشمایت باشه، در خانه جلوی چشمانت باشه، در دکان جلوی چشمانت باشه که من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحینه حیاتا طیب. الله میفرماید مردان و زنان که عمل نیک میکنن، عمل صالح انجام میتن، فلنحینه حیاتا طیب، الله میفرماید زندگی پاک برش نصیب میکنم. برادر عزیز، آینده تو بستگی دارد به امروزی تو، آینده تو بستگی دارد به گذشته تو. اگر گذشته نورانی باشه آینده نورانی است، اگر گذشته تاریک باشد آینده تاریک تر است. لذا گذشته تو باید یک گذشته نورانی باشه، حال تو باید یک حالتی یک بنده وفادار با خدا باشی. با خدایت بی‌وفایی نکن. فرصت اطلاعی خدا برات داده، شاید فرصت برای تو دیگه تکرار نشوه، شاید آخرین دهه رمضان تو باشه و آخرها عتق من النار. دهه رمضان، دهه آخر انسان از دوزخ آزاد میشه. خب به شرط ازی که اعمالی که پای تو را به دوزخ میکشانه از او اعمال پرهیز کنی، از او عقاید پرهیز کنی. اگر عقیدت خراب باشه برادر عزیز، اگر عملت ناساز باشه، یک دهه چی که دهه رمضان سپری کنی، ای به نفع تو تمام نمیشه. و آخرت خب من النار، پیامبر خدا فرموده که دهه آخر دهه آزادی از آتش دوزخ است. برای کی؟ کسی که در دو دهه گذشته رمضان خدا پاک کرد، خدا آزاد کرد. لذا دهه آخر که شروع میشه، بس این بنده که محکوم به دوزخ بود، مجرم شناخته شده بود، فیصله شد که بنده از آتش دوزخ آزاد. چون 20 روزه با عبادت سپری کرده، 20 روزه با ذکر اذکار سپری کرده، 20 روزه با تشنگی و خستگی و کوفتگی سپری کرده، 20 روز برای خدا، به خاطر خدا، به خاطر خوشحالی الله متعال از خوردن پرهیز کرد، از نوشیدن پرهیز کرد، از همبستری با همسرش پرهیز کرد. لذا دهه آخر که شروع میشه از آتش دوزخ آزاد میشه. لذا دهه آخر یک فصل تازه دیگر است. تا با امروز برادری عزیز، اگر چیزی نکرده باشی، اگر غفلت کرده باشی، کوشش کن که با دهه آخر گذشته تا جبران کن. ماه رمضان ماه رحمت، ماه رمضان ماه مغفرت، ولی به شرط ازی که تو از اسباب لعنت پرهیز کنی. اگر اسباب لعنت در تو باشه، در حدیث پاک آمده در مورد زنای بی حجاب پیامبر خدا میگه که با اونا لعنت کنین فانهن ملعونات. زنایی که حجاب رعایت نمیکنن، برای از اونا ماه رحمت نیست. رمضان برای زنایی که حجاب رعایت نمیکنن ماه رحمت نیست. فانهن ملعونات. خواهر عزیز، تو از خود بپرس، حجاب رعایت میکنی؟ به حجابت پایبند هستی؟ یا میکنی خب ظاهر مهم نیست، ظاهر مهم نیست، درون پاک باشه.
درون تو کجا پاک است؟ یک بوجی هستی که اگر درونت پاک می بود ظاهرت پاک می بود. قول و فعل آمد دلیلی بر ضمیر. حضرت مولانا میگه قول و فعل آمد دلیلی بر ضمیر، زیند و بر باطن تو استدلال گیر. درون کی پاک است؟ قلب کی پاک است؟ که ظاهرش پاک است، ظاهرش تابع شریعت است، ظاهر خود اصلاح کرده. وقتی درونت ناپاک بود ظاهرت ناپاک است. بعضی ظاهر مهم نیست، دل ما پاک است. این ملا خود دلشان خراب است، نعوذ بالله. دل پیغمبر ناپاک بود، دل پیغمبر ناپاک بود که تو را به حجاب کم کرده. احتیاط کن خواهر گل، شیطان فریبت نده. و این ماه مغفرت است. کسایی که به خدا رجوع کنن، کسایی که از گناهاشون بخشش طلب کنن، کسایی که سر در آستانه رحمت خدا بگذارن و صدا بزنن دیده جیحون سینه پر خون دل کباب افتاده ام. خدایا قلبم می تپه، قلبم پر خون است، اشکم می چکه، دلم کباب شده، تاغی و باغی به سوی تو آمدم. خدایا تو مرا معاف کن. خدایا اشتباهی زیادی کردم، خدایا خطاهای زیادی دارم، خدایا غفلت زیادی کردم، تو مرا معاف کن. برای این بنده ما باز رمضان ماه مغفرت است، ماه بخشش است. و او کسی که درونش پر از ریا، درونش پر از تکبر، درونش پر از غرور، درونش پر از حسادت، درونش پر از خیانت، برای از اون ماه مغفرت نیست، برای از اون ماه تباهی است. که رمضان آمد از غرور پاک نشد، بازم مغرور، به مالش مغرور، به حسنش مغرور، به جمالش مغرور، به موتر و بلند منزلش می بالا و مغرور است. برای از ماه مغفرت نیست. درونش پر از حسادت است، دشمنی داره، کینه و کدورت داره. برای از ماه مغفرت نیست، برای هلاکت است، برای از ماه تباهی است. که قسمی که در برنامه گذشته هم براتان دوستای عزیز گفتم که پیامبر خدا فرموده رغم انف رجل دخل علیه رمضان ثم انسلخ قبل ان یغفر له. لذا برادر عزیز بسیار کوشش کنیم که عبادت بیشتر. ان الحسنات یذهبن السیئات، نیکی ها بدی ها را از بین میبره. نیکی کردی بدی از بین میره. در راه خدا درست راست شو. و ان لو استقاموا علی الطریقه لاسقیناهم ماء غدقا. وحی الهی است، مستقیما به رسول الله وحی میشه. اگر انسان ها برای درست حرکت کنن، یعنی راه شریعت در پیش بگیرن، راه وفاداری را در پیش بگیرن، راه اطاعت در پیش بگیرن، لاسقیناهم ماء غدقا. الله فرموده می نوشانم بندگانم را آب زیاد. مفسرین فرمودن کنایه از نعمتهای زیاد است. همه نعمتها را خدا برات میته. نعمت مادی را الله برات میته، نعمت معنوی را الله برات میته، رزق حلال الله برات میته، فرزندان صالح الله برات میته، همسر با دیانت با وفا برات میته، محبوبیت خدا برات میته. تنها تو را باز پسر و همسر دوست نمیداره، تو را هر مسلمان دوست داره. لاسقیناهم ماء غدقا. عبادتی تو نیست که فقط با عبادت قبرت ساخته شوه، با بندگی آخرتت ساخته شوه. عبادت و بندگی پیش از اینکه قبر تو را میسازه، پیش از اینکه آخرت تو را میسازه، دنیای تو را میسازه. آنهایی که عبادت و بندگی میکنن خدا را راضی کردن، خدای متعال آنها را پریشان نمیکنه. خدای متعال آنها را میتاج مخلوق نمیسازه، خدای متعال آنها را ذلیل نمیکنه. لاسقیناهم ماء غدقا. برنامه ما همینجا تمام شد. تشکر از اینکه تا این لحظه با ما بودین. تا برنامه آینده شما را به الله منان میسپارم و از تمام شما شنوندگان و بینندگان محترم خواهش من این است که
در حق من گناهگار دعا کن. من یکی از برادرای مخلص شما هستم، یک برادر ضعیف شما هستم، در حق ما دعا کن و ما ان شاء الله در حق همه شما شنوندگان و بینندگان مخلص دعا میکنیم. ان شاء الله این دعاها بی پاسخ نمیمانه، دعا به دربار خدا قبول میشه. تا برنامه آینده شما را به الله منان میسپارم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.